салом хурдтаракони ширин, пеш аз он ки ба мавзӯи нав гузарем, биёед ҳарфҳои гузаштаамонро такрор бисозем. А, у, е, о, ӯ, и, ш, з, л, м, н, с, б, в, д, г, к, п, р, қ, х, ф. این حرفی غ است. غ. حرفی غ حرفی همصدا است. طرز نوشت حرف غ چنین است. غ کلان و غ خرد چنین نوشته می شود. بیایید حرف غ را در تخته صنف می نویسیم. این غ کلان است. اکنون غ خرد را می نویسیم. این غ خرد است. اکنون بیایید کلمه های زیرین رو می خوانیم. غ ا غ ف اور فور غ فور غ او غ ز ا ز غ ز د رو درو غ ای غی غی لوف غیلوف مو سیم موسیم گرم گرم می باشد می باشد دستر دستر خون دسترخوان میغون میغون دارد میغون دارد. در زبان تاجیکی حرف غ می تواند که در اول مابین و آخر کلمه ها آید. در رسم زیرین ما غلاف را می بینیم. در کلمه غلاف حرف غ در اول می آید. این غله است. کلمه غله دارای حرف غ می باشد و حرف غ در اول همین کلمه آمده است. اینجا ما می خونیم که نوشته کرده شده است که غفور غله میغون دارد. غفور غله میغون دارد و حرف غ در اینجا ما میبینیم که در اول کلمه غفور و در اول کلمه غله آمده است و در کلمه میغون دارد در مابین همین کلمه آمده است. کلمه غله رو می نویسیم. غ ا غ ل غله. کلمه غفور رو می نویسیم. غ ا غ فور ف او ر غفور نوشتیم. این مرغ است. در کلمه مرغ حرف غ وجود دارد و آن در آخر همین کلمه می آید. کلمه مرغ چنین نوشته می شود. می او مو ر غ مرغ.
با حرف غ بسیار کلمه های زبان تاجیکی سر می شوند. مثال غوزه، غولینگ، غاز، غروب، غونچه. خواندن رو دوام میدهیم. غله، غله. موسیمی، موسیمی. دروی، دروی. غله، غله. آمد، موسیمی دروی غله آمد. غفور، غفور. غله، غله. میغون دارد، میغون دارد. غفور غله میغون دارد. مادرم، مادرم. نانی، نانی. گرم، گرم. پخت، مادرم نانی گرم پخت. نان، زیبی، زیبی. دسترخوان، دسترخوان می باشد. نان زیبی دسترخوان می باشد. نان را، نان را. عزیز، عزیز. دارد، دارد. نان را عزیز دارد. خورترکان مهربان، در همین جا درس امروزه ما به آخر می رسد. خوشبخت باشید.